من سلام و درود همچو دریا ورود میفرستم به تو از تمامی وجود. مانسی جان تویی، نور ایمان تویی، روشنایی دلی کل انسان تویی. مانسی جان تویی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از روزها یک کودک خرد با همراهی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم طعام می‌خوردند. نام این کودک عمر ابن ابی سلمه بود. عمر ابن ابی سلمه با همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یک طبق طعام می‌خوردند. و این کودک وقتی که کودکی از خبر ندارد از آداب طعام خوردن، از مثلا آدابی مثلا که چگونه با کلان ها نشستن، به همون خاطر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این کودک تربیت آموختند و گفتند که چگونه باید طعام بخوری و چگونه مثلا که از پیش خود بگیری. اینجا همه حضرت عمر ابن سلام میگه کنت غلاما فی حجر رسول الله صلی الله علیه و سلم. مثلا یک کودک معده بدون در نگاه بینی رسول خدا صلی الله علیه و سلم بدون، یعنی کی و كانت یدی تطیش فی الصحفه. فی الصحفه گفته یعنی که بود دستی من تطیش با اونو که این طرف اون طرف میرفت در همو مثلا که طواق که در همو لگن یا که چیزی که نباشد همو لعلیده مثلا چی میکرد، میگه ایسوسو حرکت میکرد دستی من. میگم یعنی آداب طعام خوردن خوب نمیدونست در اون حالت جوانیش. پس گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای من که سمی الله، یعنی که نام بر الله را، یعنی که بسم الله بگو، و کل بیمینک، به طرف راست بخور، یعنی که به دست راست، و کل مما یلیک، و بخور از طرف خودت، یعنی که از همون جانب خودت گرفتر بخور. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم تصور کنید با امتاشون چه معامله میکنن برای تربیه، حتی در طعام خوردن چندین تربیه ها را داد. یعنی که یکم که وقتی که طعام خوردن شروع میکنی با آداب باشه، که مراد همین حدیث همی است. و دیگر که از به طرف راست بخور، وقتی که خوردی است مثلا که بسم الله بگو، و دیگر که از خوردی از پیش خودت بخور. تصور کنید 4 تربیه بعد باشه، یکم معنی حدیث. دوم بسم الله بگو، سوم که هست به دست راست بخور، چهارم که هست از پیش خودت بخور، از پیش دیگر نفر نگیر. در اینجا محدثین کمی صحبت کرده هستند. این حدیث بخاری است و گفته هستند که اگر طعام یک نوع باشد، یک نمودی طعام باشد، خیلی از پیش خود گرفته بخوری باید، موافق حدیثی صحیح و امر نبی صلی الله علیه و سلم. اما طعام مختلف باشد که در یک طواق کلان مثلا چند نمودی طعام میرن، در هر جاهای هم طواق گذاشته هستند، در این حالت از هر جا گرفته کم کم خورده با آداب، با بسم الله و به طرف راست خوردنش ضرور میشد. اما از دیگر طرفا که گرفتی گناهگار نمیشد، در تحت بگیم که خلاف امر نبی صلی الله علیه و سلم نمیدرد انسان. یعنی به هر حال وقتی که طعام هایی که یک نمود از در یک طواق کلان یا که در یک للی کلان که میارن، اون حالت انسان باید با آداب بشیند و بسم الله بگوید و به طرف راستش بخورد و از پیش خودش گرفته خوردن بگیرد. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.